الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. این حلقه 11 از آموزش کلمه توحید می باشد. در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به شهادت دوم، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد، به شما بیان و شرح و توضیح کرده می شود. در حقیقت محمد رسول الله بر خود حقوقها دارد و چیزهای را به بالای امت اسلام لازم می شمارد. وقتی که کسی محمد رسول الله را قبول کرد و ایمان آورد و مسلمان شد، یا به تمام این چنین مسلمان ها امتان محمد صلی الله علیه و سلم به جا آوردن حقوق محمد رسول الله و لوازم هایی که محمد رسول الله از ما میخواهد ضرور است. اولین چیزی که محمد رسول الله از ما طلب می نماید و این چیز را به ما لازم می شمارد و حقوق محمد رسول الله هست، از حق محمد رسول الله هست، این حکم کردن به حکم الله رب العزت والجلال و تحاکم کردن به هدی و منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سنتش، و هدی و منهج و سنتی کسی را یا عملی کسی را از هدی و منهج و عملی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افضل ندانستن. در حقیقت کسی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را حقیقی گفته است، باید به حکم الله حکم بکند، به آن چیزی که الله فرستاده است به قرآن و به سنت باید حکم بکند و مشکلات خود را و تمام کمبودی های خود را در زیر دو این مصدر قرآن و سنت حل و فصل و محاکمه نماید. و این از حق محمد رسول الله است. انسان محمد رسول الله بگوید کسی دیگری را از محمد صلی الله علیه و سلم افضل داند، این محمد رسول الله که گفته است دروغ است. بارک الله فیکم. پس این چیزهای لازم و حقوقهای ضروری محمد رسول الله است. و دومین چیز این دوست داشتن مؤمنین، موالاتشان. موالات یعنی دوست داشتن آنها و کمک کردن و نصرت دادن مؤمنین و بعد دیدن و دشمنی کردن کافرین. کسانی که نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جحد می کنند و رد می کنند، یا که اعراض روی گردانیدند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از سنتش، با آنها دشمنی کردن و بغض عداوت کردن. و این از چیزهای به نهایت لازم است. این از چیزهای لازمی محمد رسول الله است. کسی که محمد رسول الله کرد باید این عمل را انجام بدهد و این حقوق محمد رسول الله است. وقتی که این عمل را انجام ندادید، حقوق محمد رسول الله را و چیزی یک لازمی اش را ترک کرده اید. بارک الله فیکم. و سومین چیز که از لوازمات و از حقوق محمد رسول الله است، پیروی کردن رسول الله، اقتدا نمودن به رسول الله و الگوی خود را محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله قرار دادن و از بدعت و خرافات و زلالت و از کفر و شرک دست کشیدن و یگانه الله را
پرستش نمودن و عبادت کردن به همان عبادتی که و به همان شرعی که رسول الله تعلیم داده است. یعنی بجز تعلیم رسول الله و بجز آن عبادتی که رسول الله خبر دادند، به این به غیرش الله را نپرستیدن. چهارمین چیزی که از ضروریات، از لوازمات و از حقوق محمد رسول الله هست، این است که جهاد کردن در راه الله و نابود کردن کافرین، کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام می دهند و هدی و منهج رسول الله را نابود می کنند و اونها را به اسلام دعوت نمودند. و البته این یکی از ضرورت ترین حقی و لوازم محمد رسول الله است. پنجمین لازمی و حقوق محمد رسول الله این دوست داشتن محمد رسول الله است و دوستداری رسول الله را از همه دیگر دوستداری و محبت ها پیش گرفتن. محبت رسول الله باید از دیگر تمام محبت ها پیش بیستد، حتی از پدر و مادر و از نفس خودتون باید محمد صلی الله علیه و سلم پیش بیستد. شما گفته رسول الله را از گفته همه پیش بگیرید، اطاعت رسول الله را از اطاعت همه پیش بگیرید، حب رسول الله را در قلبتون از حب همه پیش بگیرید، از حب پدر و مادر حتی پیش بگیرید. در حقیقت کسی که در حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم را از همه زیاد دوست می دارد، حتی از خودش و از پدر و مادرش، پدر و مادر خود را احترام می کند. معناش این نیست که به دیگران دشمن شوید، معناش این است که اول پیامبر صلی الله علیه و سلم. ششمین لوازمات و حقوق محمد رسول الله این است که به تمام آن چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم آمده است و شرع کرده است و شریعت کرده است و به ما خبر داده است و امر کرده است، نهی کرده است، راضی شدن به همه گفته های رسول الله، به همه شریعت رسول الله تسلیم شدن، راضی شدن، قبول کردن، پابرجا عملا اجرا کردن، انقیاد کردن. بارک الله فیکم. و این ضرورت ترین یکی از لوازمات محمد رسول الله است. وقتی کسی محمد رسول الله میگوید این ضرور است که باید این چنین باشد. هفتمین حقوق و لوازم محمد رسول الله این است که غلو نکردن در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم، حد را نگذاشتن، افراط نکردن و محمد صلی الله علیه و سلم را یک واسطه شرک نگرفتن. پس هشتمین حقوق و لوازم محمد رسول الله این است که ما باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد و بینهایت زیاد صلات و سلام، درود و صلوات و سلام بفرستیم. در حقیقت این از حق محمد رسول الله است. وقتی که کسی در حقیقت محمد رسول الله را گفته است، ضرور است و محمد رسول الله به بالایش حق دارد و لازم است که به محمد صلی الله علیه و سلم و به اهلشون و به ذریهشون صلوات گفته شود. و بهترین درود و سلام به محمد صلی الله علیه و سلم این اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. البته از فضل و فضائل زیاد صلوات گفتن شما خود با خبرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من صلى علی واحدة صلی الله علیه 10 صلوات. هر کسی که به من یک درود و سلام میفرستد الله رب العزة والجلال بر او 10 مراتبه درود و صلوات خواهد فرست و بر کسی که خواهد زیاد میکند. و حط عنه 10 خطیئات و 10 گناه این انسان را و خطاگیش را نابود و محو میکند. و رفع له 10 درجات و 10 مراتب درجه اش را بالا میبرد.
صلی الله علیه و سلم. پس خصوصا در روزهای جمعه باید بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید، خیلی که در این مسئله حدیث های صحیح وجود دارد. و این 8 ذکری که به شما کردیم حقوق ها و لوازمات محمد رسول الله بود: حکم کردن به حکم الله، دوست داشتن اهل کلمه، پیروی کردن رسول الله، در همین راه جهاد کردن و دوست داشتن و پیش گرفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، راضی بودن به تمام چیزی که رسول الله آمده اند و غلو نکردن و شرک نکردن و زیاد صلوات و درود فرستادن. بارک الله فیکم. و این چنین محمد رسول الله به خود شکننده ها دارد، یعنی لا اله الا الله شکننده های خاص، حقوق های خاص، و محمد رسول الله شکننده های خاص و حقوق های خاص دارد. بعضی از این انسان ها کافر می شود یا که مرتد می شود به سبب ترک از شرط ها یا که از شکننده های لا اله الا الله، به سبب واقع شدن به شکننده های لا اله الا الله. و بعضی دیگر سبب کافر شدن و مرتد شدنش این که به شکننده از شکننده های محمد رسول الله واقع می شود. یکمین شکننده محمد رسول الله این ایمان نآوردن به محمد صلی الله علیه و سلم یا ترک کردن ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم یا رد کردن رسالت و نبوت محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی که مسلمان بود بگوید که من رسالت رسول الله و نبوتش را رد میکنم، یا که به محمد صلی الله علیه و سلم از همین روز عبارت ایمان نمی آرم به رسالتش یا به خودش همچون پیامبر صلی الله علیه و سلم. البته این انسان محمد رسول الله شکست و کافر شد و مرتد شد. و دومین شکننده محمد رسول الله اعتقاد نکردن بر این که محمد صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا هستند. یعنی کسی اعتقاد بکند که محمد در حقیقت رسول الله هستند اما آخرین رسول الله نیستند، بلکه بعد از محمد با رسول الله دیگر است، بگوید البته این محمد رسول الله شکسته است و کافر و مرتد شده است. اگر به همین اعتقاد بمیرد خالدا مخلدا فی النار است. و شکننده سوم محمد رسول الله این است که حد یعنی منهج و راه و رفت و رویش، حد و منهج و سیره کسی را از حد و منهج و سیره و تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افضل داند. دیگر انسان را حدیش را، راهش را، زندگیش را، طریقش را از راه و رویش و طریقه رسول الله بهتر داند. البته اینم محمد رسول الله شکسته است و کافر مرتد شده است. چهارمین شکننده محمد رسول الله تحاکم نکردن، یعنی طلب حکم نکردن به حکم رسول الله، حکم رسول الله را به یک طرف گذاشتن، ترک کردن. در یک مشکلی از مشکلی شما رسول الله حکم کردن اما رد کردن حکمش قصدن باشد و دیده و دانسته انسان رد بکند، البته این شکننده محمد رسول الله است. یا جهلش هم از سبب اعراض به وجود آمده باشد. و پنجمین شکننده محمد رسول الله این تسلیم نشدن به حکمها و امرهای شرعی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعضی انسان ها میگن که من ایمان آوردم، لا اله الا الله شهادت میدهم، محمد رسول الله شهادت میدهم، اما وقتی که حکمی از حکمهای رسول الله و امری از امرهای رسول الله به این انسان میرسد، امر رسول الله و حکمش را رد میکنند، جهت میکنند، یعنی رد میکنند، از این گفته و حکم و امر رسول الله روی میگردانند و این البته با این عملشون محمد رسول الله میشکند. ششمین شکننده اش مسخره کردن رسول الله یا مسخره کردن و شوخی و استهزا کردن صحابگان رضی الله عنهم، یا که کم نشان دادن رسول الله، انتقاص کردن یعنی کمبودی کافتن رسول الله، یا در رسول الله یگان کمبودی را نسبت رسول الله ذکر کردن، شوخی و استهزا کردن نسبت خودشان یا نسبت خانواده اشان، عرضشان، زنهایشان، یا قذف کردن. قذف یعنی
طعنه زدن به زنا زنهایشان را یا پدر و مادرشان را، حتی پدر و مادر رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم را کسی که طعنه به زنا میزند یا که زنهای رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم را طعنه به زنا بزند، البته این محمد رسول الله که ایمان آورده بود این شهادتش شکسته است و نابود شده است و از اسلام بیرون شده است. هفتمین شکننده اش بد دیدن رسول الله، بغض و عداوت داشتنش نسبت رسول الله، یا بغض و عداوت داشتنش نسبت صحابگان رسول الله، یا که بغض و عداوت و بدبینی کردن نسبت چیزی از چیزهایی که رسول الله آوردن، سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. و هشتمینش شکننده محمد رسول الله اعراض از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اعراض یعنی روی گردانیدن، دیده و دانسته ترک و قصد کردن ترکش، یعنی قصدن ترک کردن سنت از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. نهمی شکننده محمد رسول الله دروغ شماریدن خبرهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما خبر دادند. سبحان الله، همه این شکننده های محمد رسول الله هست. وقتی که محمد رسول الله می شکند از اسلام بیرون می شود. چگونه ای که لا اله الا الله شکند، لا اله الا الله شکند، از اسلام بیرون می شود. شکننده های لا اله الا الله و شکننده های محمد رسول الله همه یک چیز هستند. امروز چقدر مسلمان ها خود را مسلمان می دانند و استهزاء و شوخی می کنند، چقدر مسلمان خود را مسلمان می داند و بغض و عداوت به ریش یکی از سنت های رسول الله، بغض و عداوت به حجاب دارد. میگوید که حجاب این یک مال بیگانه است، مال این عمل ما نیست، ما این را بد میبینیم، حجاب کشین میکند. همه این حجاب کشان، مبارزان حجاب، همه اش به کفر واقع شده است. بدبینان حجاب همه اش کافر شده است. سببش این است که آیت از آیاتهای قرآن و امر از امرهای رسول الله را ترک کرده است. بدبینان ریش، کسی که با ریش استهزا میکند، ریش را مثلا تختریش یا که ریش این نمود و آن نمود و مسخره و استهزا میکند و ریشداران را بی عقل و بی فراست، یا که این عمل را یک شرمندگی و عقب روی می‌حسابد، البته این به کفر واقع شده است، به کفر را انجام داده است و کافر شده است. چرا که هم استهزا کرد، هم بد دید، هم حجاب را هم ریش را استهزا کرد و هم بد دید. اعوذ بالله من ذلك و اعوذ بالله من ذلك. و این چنین هم اعراض، یعنی در رد کردن ریش و رد کردن حجاب یا رد کردن چیزی از امرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله سبحانه و تعالی که در قرآن آمده است، در اینجا نگاه کنید هم استهزا، هم بغض و عداوت و هم اعراض، روی گردانیدن، رد کردن و دروغ شماریدن خبرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته همه این چندین نمود شکننده های محمد رسول الله و شکننده های لا اله الا الله در یک جا جمع شده است. دروغ شماریدن خبرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم نومین شکننده است. و دهمین شکننده محمد رسول الله این است که کسی اعتقاد بکند که دیگر انسانی هست که از محمد صلی الله علیه و سلم افضل است. یعنی یک اعتقاد داشته باشد که از محمد صلی الله علیه و سلم دیده کسی دیگر افضلتر وجود دارد، البته این عقیده محمد رسول الله را میشکند و شهادت را نابود میکند و اسلام انسان را بیرون میکند. چنانه که فلسفی ها و صوفی ها، غلات صوفی ها میگند نبوت این مکتسبه هست. میگن مکتسبه یعنی این است که نبوت، پیامبر شدن، میگن این از جانب الله نیست، هر کس میتواند میگن پیامبر بشود. یعنی یک راههای خاص خود را دارد که انسان میتواند میگن پیامبر بشود. البته این سخن دلالت میکند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده بعضی انسان ها با میتوانند که پیامبر بشند یا که حتی افضل از پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند، که البته این چندین کفر، این عقیده چندین کفر را در بر میگیرد، که البته این عقیده کفر است و صاحب کسی که این چنین اعتقاد دارد کافر میشه.
شکننده محمد رسول الله شکننده شهادت دوم است. 11مین شکننده محمد رسول الله این است که هر کسی گمان بکند که از دین و از شریعت و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمدن و ترک کردن جایز است و اجازت است، یا به یگان نفر اجازت است. اگر به خودش هم نباشد به یگان نفر دیگر بگوید که به فلان نفر از دین برآمدن جایز است، عمل نکردن به دین جایز است. چخیلی که این عقیده رو هم غلات صوفی اینچنین در اعتقادش دارد. و 12مین شکننده محمد رسول الله عبادت کردن محمد صلی الله علیه و سلم، استغاثه، طلب فریاد و کمک کردن و طلب شفاعت کردن از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم. بگوید که پیامبر من شفاعت کن، بگوید یعنی انا این معنا. و از دیگر انجام عبادت هایی که خاص به الله باید انجام داده شد به پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن، این شرک است و این حرام است و این محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این شهادتی که داده این شهادتان را نابود میکند و انسان را همه این 12 ذکر کرده هم از اسلام بیرون میکند. بارک الله فیکم. پس این دلالت میکند، این سخنهای گفته ما دلالت میکند که انسان باید به دینش اهمیت بدهد. انسان باید به دینش اهمیت بدهد. انسان وقتی که یک سخن را میگوید و میگوید که من مسلمان شدم، باید این شروط ها را به جا بیاورد و از این شکننده ها خود را دور بگیرد. این حقوقی که محمد رسول الله بر بالای شما دارد، این حقوقی که لا اله الا الله محمد رسول الله بر بالای شما دارد، لوازماتی که لا اله الا الله محمد رسول الله بر بالای شما دارد، انسان باید همه اینها را انجام بدهد و از این تمام شکننده ها خود را باید دور بگیرد تا که مسلمان واقعی باشد و به رحمت الله سبحانه و تعالی و به رضایش نائل گردد و به جنت داخل بشود. جنتی که ابدالابد است، جنتی که در اونجا مرگ وجود ندارد، جنتی که انسان جوان و زیبا میگردد، جنتی که زیر خاکش زعفران است، جنتی که غشتهایش یک غشت طلا و یک غشت نقره است، جنتی که قصرها و زنها دارد، جنتی که انسان اگر اهل عائله‌اش مؤمن و مسلمان باشد به اهل عائله زندگی خواهد کرد، جنتی که در اونجا الله سبحانه و تعالی را خواهد دید. پس این جنت هم تو به شما به وجود کفر و گناه و به وجود ترک شریعت داده نمی شود، بلکه این جنت مکافات عمل شما است. جزاء بما كانوا یعملون، جزای مکافات برای شما به خاطر اینکه شما عمل می نمودید. الجزاء من جنس العمل، مکافات هم از جنس عمل است، جزا هم از جنس عمل است. البته الله سبحانه و تعالی به رحمتش و مغفرتش و این چونین به سعت رحمتش به ما نعمتش را از عبادت مده هزارها مراتب زیاد می دهد. اما عبادت سبب است، اما بزرگترین عبادت انمین فهمیدن و آموختن لا اله الا الله و به جا آوردن حقوقهای لا اله الا الله محمد رسول الله و حقوقهای و لوازماتهای لا اله الا الله محمد رسول الله و از شکننده های لا اله الا الله محمد رسول الله دور گرفتن انمین بزرگترین عبادت است. انسان هر روز نماز بخواند، هر روز روزه بدارد، تسبیح بگوید، اما شکننده لا اله الا الله محمد رسول الله را به جا بیاورد، حقوقهایش را به جا نآورد، در این حالت ببینید که عبادت به شما منفعت نمی بخشد. پس بزرگترین عبادت این تحقیق توحید است. بارک الله فیکم. معنای سخن این نیست که شما این چیزها را آموزید و عمل ننمایید، بلکه وقتی که انسان حقیقتا لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، حتما عملش 100% به وجود می آید ان شاء الله سبحانه و تعالی. پس مسئله دیگری که ما با اون صحبت میکنیم شرط های محمد رسول الله. آیا محمد رسول الله شرط دارد یا ندارد؟ یعنی شرط هایی که اگر همون شرط به جا نآید یا انسان به جا نآورد محمد رسول الله نیست، قبول نمیگردد. بله، همون شرط هایی که لا اله الا الله دارد محمد رسول الله همون شرط ها را دارد. و البته ما شرط های لا اله الا الله را به شما ذکر نکردیم، حالا در حلقه های آینده به شما ذکر خواهد شد. پس لا اله الا الله و محمد رسول الله هر دویش 7 شرط دارد، یعنی هر دویش همراه، جداگانه نه. رکن لا اله الا الله نفی و اثبات جدا است، رکن محمد رسول الله ایمان به عبودیه و ایمان به رسالت این جدا هست. یعنی رکن لا اله الا الله محمد رسول الله از همدیگر دوتاگی جدا هست. اما در مسئله شرط لا اله الا الله و محمد رسول الله شرط هر دویش یک شرطش 7 شرط است. همون شرطایی که کلمت توحید لا اله الا الله گفتیم عیناً همون شرطهای صحت شهادت محمد رسول الله است. علم. پس ضرور هست که کسی که محمد رسول الله میگه
علم داشته باشد. یعنی علم به معنای لا اله محمد رسول الله، به مقتضا و طلبات محمد رسول الله، به لوازم محمد رسول الله، به رکنهای محمد رسول الله، به شکننده های محمد رسول الله باید علم داشته باشد، یقین داشته باشد به همین محمد رسول الله، یقین باوری 100% داشته باشد، شک و شبهه نداشته باشد. علم جهل را رد میکند، یقین شک و شبهه را، ریب را رد میکند. و این چنین سومینش صدق، حقیقتا راستین محمد رسول الله گفته باشد، دروغین نگفته باشد. وقتی که راستین میگویم یعنی دروغین را رد میکند، صدق دروغ را نیست میکند. اخلاص و محمد رسول الله به اخلاص باشد، از نفاق دور باشد، منافق نباشد. ظاهر انسان محمد رسول الله بگوید، باطن انسان رد بکند. البته این جایز نیست و محمد رسول الله صحیح نمی شود. یکی از این 7 شرط نابود گردد، محمد رسول الله صحیح نمی گردد، برای اینکه این شرط های صحت است. و این چنین قبول، رد، قبولی که رد کردن را ترک می کند یا رد می نماید. یعنی محمد رسول الله را 100% قبول بکند، رد نکند. انقیاد پابرجا بودن که ترک را رد می کند. انقیاد یعنی عمل نمودن به همین گفته ها و مقتضای محمد رسول الله که ترک را رد می کند، که ضدش ترک است. بارک الله فیکم. و البته علم، یقین، صدق، اخلاص، قبول، انقیاد، همه این 7 شرط لا اله الا الله و این چنین محمد رسول الله، 7 شرط رکن اسلام و رکن ایمان، لا اله الا الله محمد رسول الله، رکن شهادتین، به شما در حلقه های آینده ذکر و توضیح و بیان کرده خواهد شد. پس بارک الله فیکم، با همین به شما قسم دوم کلمه توحید، شهادت دوم محمد رسول الله از اول تا به آخر بیان کرده شد. پس بار دیگر میگوییم لا اله الا الله محمد رسول الله، این دو کلمه که از همدیگر جدا نشونده است و یکی اش به دیگرش مقصد را به جا نمی آورد و مقصد را بیان نمی نماید. لا اله الا الله محمد رسول الله رکن دین است که از همدیگریش البته جدا کرده نمی شود و هر دوی این کلمه توحید است. هر دوش رو کلمه توحید میگیم. توحید لا اله الا الله تعلق به توحید الله دارد و توحید محمد رسول الله توحید متابعت و تعلق به توحید یگانه پیروی کردن رسول الله، یگانه اطاعت کردن رسول الله و بعد از رسول الله یگان نمودی پیامبری را، رسول را اقرار نکردن. پس بارک الله فیکم، همه این سخنهایی که نسبت محمد رسول الله گفته شد از ما طلب می کند که ما مسلمان حقیقی باشیم، مسلمان موحد باشیم، از جهل و جهالت دست بکشیم، علم بیاموزیم، بفهمیم، بخوانیم و عمل نماییم. عمل نمودن فقط جنبیدن و یگان حرکت کردن نیست. اعتقاد، فکر، اندیشه شما وقتی که درست می شود انمینم عمل است. اندیشه درست کردن، فکر درست کردن، فهم درست را پیدا کردن از همه عملی بزرگترین است. برای اون که توحید عادتا اکثرش اعتقادی است و عملی هم است. البته عملی انجام دادن نماز و روزه و حج و زکات، لیکن ایمان را اگر نگرید، اعتقاد را نگرید، مثلا ایمان آوردن به الله، رسولش، کتابهایش، تقدیر نیکی و بدی، 6 تا، همه اش تعلق به فکر و اندیشه و اعتقادی دارد، قلبی و. پس بارک الله فیکم، در این مسائل شما فکری عادی نه اندیشید. یعنی نه اندیشید که این چیزهای عادی است. فکر نکنید که این چیزها، این گفته های عادی است، بلکه این گفته ها را سخت بگیرید، چنگ بزنید، با اهمیت باشید و دانید که هر یک انسان به آن چیزی که خلق شده است میسر است. کل میسر لما خلق له. پیامبر میگن هر انسان به وی آسان میگردد به خاطر چیزی که خلق شده باشد. اگر به خاطر موحد شدن خلق شده باشد، در حقیقت آموختن توحید، فهمش توحید به شما آسان خواهد شد. پس الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم و میطلبیم که ما را محققین، تحقیق کنندگان شهادت لا اله الا الله و شهادت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند.
و از الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که رکنهای لا اله الا الله محمد رسول الله شرطهایش را و طلباتهایش و مقتضاهایش و لوازم و حقوقهایش را به جا آورنده بگرداند و از شکننده های لا اله الا الله محمد رسول الله ما را دور بکند و اعتقاد ما را صحیح، عمل ما را درست بکند و توفیق به اخلاص و عمل صالح کردن را نصیب کند و از بدعت و خرافات همه ما و شما را دور بگرداند. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.